این هفته خبر تو خبر داره براتون از آبغوره‌گیری آخوندا برای عظمای دزد و غارتگرشون و نمایش‌های مسخره که حتی بسیجی‌ها رو هم خر نمی‌کنه. آقا وقتی داشت تلخی سال 1400 رو بیان میکرد، با تمام وجودشون تلخی معیشت مردم، گرانی ها و تورم رو گفتن. یعنی این رهبر بزرگ رنج شما رو رنج خودش میدانه. 40 سال دارن به میلیون ها ایرانی رنج میدن، بعد حالا با گردنی که تبرم قطعش نمیکنه نگران رنج دادن به عظماشونه. جوانهای فارغ التحصیل که بعضن تو دانشگاه‌های غیر دولتی میلیون‌ها تومن هزینه تحصیل رو داده اند، حالا رسیدن به فارغ التحصیلی دکترا شدن بیکارند. این چیزیه که رنج میده به رهبر و رهبر به عنوان تلخترین حادثه این سال به آن اشاره کردن. این هم تصویری از عظما و بزبیاریاش تو سال جدید. از یه طرف میگن این وضعیت عظما رو رنج میده، از طرف دیگه خودشون اعتراف میکنن که همه چیز زیر سر عظما و سیاست‌هاشه. سیاست‌های کلی کشور در اختیار رهبر انقلابی و بهترین سیاست گذاری‌ها رو رهبری عزیز با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون اعلام کرده. این هم یه تصویر شماتیک از عظما و نتیجه بهترین سیاست‌هاش. بله، عظما خیلی داره رنج میکشه، به خاطر همین وسط این مصیبت‌ها یاد داره فیلم سینمایی میبینه. رئیس رسانه ملی از رضایت و تمجید رهبر انقلاب از فیلم سینمایی موقعیت مهدی خبر داد. به گفته آقای جبلی، حضرت آیت الله خامنه‌ای عصر دیروز به تماشای این فیلم نشستند و آن را عالی و پر از نکته‌های دقیق و روایت درست و با ظرافت از شخصیت شهیدان باکری توصیف کردند. و یاد داره خاطرات دیدارش با دلقک‌های نظام رو مرور میکنه و از کمدی استندآپ‌های امامش میگه. امام که خب دیگه مظهر تعمم و وقار روحانی امام بزرگوار بود. ایشون یادتون هست چقدر صحبت‌های شیرین، طنزگونه، لطیفه توی صحبت‌های عمومی داشت. مثلا ایشون اینجوری بود، یعنی امام اون خصوصیتی که از امام اغلب نمیدونن این بود، ایشون یه آدمی بود که جلسه شیرین بود. خیلی خری. مشنگ اول مشنگستان آخوند رئیسیه که روزه های عظما رو تکرار میکنه و دم از اشتغال آفرینی میزنه. شاخص مهم ایجاد اشتغاله. هر بخشی نگاه کنه چگونه میشه ایجاد اشتغال کرد. اشتغال آفرینی و کار دانش بنیان دو تا شاخص مهمه برای کار دولته. اشتغال که آفریدن جلوگیری از شادی مردمه. یه شغل جدید دیگه هم که برای جوجه طلب آفریدن مسخره بازی های اینستاگرامیه. سلام، با حال شما خوبه آقا شما فکر کردین همزمان ما حال کرده؟ زمان پیغمبر خدا هم حال داشته. میگه نه گوش کنه، زمان پیغمبر خدا دو تا حال داشتن با هم دیگه زور آزمایی میکردن. این میگفت مو قوی ترم، اون میگفت مو قوی ترم، این میگفت مثلا به قول امروزی ها مو مارتین رو مخورم، اون میگفت مو مارتین رو مکشم. خلاصه با هم دیگه زور آزمایی میکردن. این میگفت پرتقال رو نگاه مو با دستم فشار میدم، این میگفت تو نمیتونی، مو با یک دستم فشار میدم. این پرتقال هم امروزه شده ابزار تهدید.
این هم توصیف یه خودروی دانش بنیان از زبون پلیس راهنمایی و رانندگی آخونده. من همین دیروز خودم تو محور استان گیلان رشت تهران که می آمدیم خودروی تصادف کرده بود. فکر کنم که یه دناپلاس 1400 هم دناپلاس 1400 بود که حالا همکارا منم کمک کردن از صحنه بردنش بیرون. کامل خودرو جلوش جمع شده بود. البته به یه خودرو لنکروز خورده بود که یه خطی رو لنکروز انداخته بود، کیسه هواش باز نشده بود، ولی ماشین تا موتور جمع شده بود، کیسه هواش هم باز نشده بود اینا، یعنی ماشین قادر به حرکت نبود. خلاصه این که فیگورای عظما تو همین سال جدید حسابی تو زرد از آب در اومده. مشنگستان این هفته رو با یه دابسمش از استبل ولایت به پایان میبریم. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، خواهش میکنم لب نکنید، سرها در گریبان است، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. احسن نمیخوام، احسن به درد، به همون اندازه که دردهای جامعه را میشناسید به اون احسن به خودتون بگید. تو را خدا لغو نکنید، تو را خدا احسن نگید. بیا بگشای در، بگشای دلتنگم. معرفت داشته باشید دیگه، من خواهش کردم خودتون را نمیخواهند پاسخ. هر کسی به اندازه فهم خودش برداشت میکنه. آره برای اینه که فهمشون شه در اون حد همینه. این شما و این نمونه ای از برنامه‌های شاد تیوی ریش در ایام نوروز. این هم تصویری از راهیان زور، یعنی تیم مذاکره کننده. آرزوی موفقیت داریم برای تیم مذاکره کنندمون. آخوندا بالاخره بعد از مدت‌ها یکی از جاسوس خبرنگاراشون رو به اوکراین فرستادن تا به سبک تیوی ریش از این گزارش‌ها درست کنن و همه کاسه‌گوزها رو سر اوکراین بشکنن. حملات گاه و بیگاه توپخانه ارتش اوکراین به این شهر نیز همچنان ادامه دارد و بسیاری را از خانه و کاشانه خود آواره کرده است. اینجا جاییه که شعبه بانک بوده و دقیقاً روبروی درب اصلی این بانک چند وقت پیش خمپاره‌ای به زمین اصابت کرد از طرف ارتش اوکراین که تعداد زیادی از غیر نظامیان که منتظر بودند که به هر حال وارد بانک بشن یا از بانک خارج می شدن اینجا جان خودشون را از دست دادن. برای سکانس آخر هفته به یکی از ایالت‌های کانادا میریم و با خانم نماینده‌ای همراه میشیم که شعر زیبایی از سعدی رو در آغاز سخنرانیش خوند. So I'd like to share a poem today on humanity, and it's a famous poem by Persian poet Saadi Shirazi. I'll share it first in the original language and then in English translation. Bani odam zoya yek pekaran, ke dar farinesh zayek goharand, cho ofsbi bedard overard ruze gard degar of schora namonap karard. Tokas minnate digaran bikami nashoyad kenomat maham odam.